بدترین تنبیه‌هایی که توی مدرسه انجام شده. اولیش این دختر که توی کلاس یه بدرفتاری میکنه و معلم به جای اینکه باهاش صحبت کنه مجبورش میکنه ساعت‌ها روی نخود فرنگی یخزده زانو بزنه در حالی که دستشو بالا نگه داشته. بعدی این دختر 7 ساله به اسم لامایا کام که با مدل موی جدید خودش که بافته بوده میره سر کلاس و شروع به بازی کردن میکنه و وقتی معلم میرسه موهاشو میبینه، همون موقع صداش میکنه و جلوی همه بچه‌ها موهاشو از ته قیچی میکنه. بعدی دانش آموز فلوریدا که توی کلاس شروع به نوشابه خوردن میکنه، معلم مجبورش میکنه یه قلاده مخروطی شکل که برای سگ و گربه است رو سرش کنه و میگن که این کارو با چندین دانش آموزم کرده بوده. و بعد این 2 تا دانش آموز که توی مدرسه با هم دعوا میکنن و حالا ببینید تنبیهشون چی بوده. بهشون حق انتخاب دادن، یکی اینکه تعلیق بشن یا اینکه دست و دست هم توی حیاط بشینن و بقیه بچه‌ها ازشون عکس و فیلم بگیرن و مشخصه که کدومو انتخاب کردن. به نظر شما کدومش از همه بدتر بود؟ حتما توی کامنت ها بنویسید.